میگن یه مرغی به نام آمین وجود داره، یه مرغ آسمونی که در بلندترین نقطه آسمون، اونجا که به خدا نزدیکتره میپره. اون شنواترین موجود جهان هستی است. هر چیزی رو که میشنوه دوباره به نام فرد گوینده تکرار میکنه و آمین میگه. شاید به خاطر همینه که همه آیین‌ها میگن مراقب کلامت باش. اینه که میگن تنها صداست که میمونه. اینه که میگن دیگران رو دعا کن، چون اگر دیگران رو نفرین کنی یه روز خودت دچار اون میشی. مرغ آمین هر چیزی رو که بگیم با اسم خود ما جمع میکنه و به خداوند اعلام میکنه و در انتهای جملش آمین میگه. پس بهتر همیشه برای همه خیر و خوبی بخوایم. دعا میکنم مرغ آمین بیاد و به همه آرزوهاتون آمین بگه. دلواپسی ها رو از دلتون برداره و آرامش ناب بهتون بده.